حملات هوایی رژیم صهیونیستی دیشب بر بیمارستان‌های غزه متمرکز بود. رژیم صهیونیستی مستقیم بیمارستان کودکان رنتیسی را هدف قرار داد. به گفته مدیر بیمارستان رنتیسی، در پی این حمله بخش‌هایی از بیمارستان دچار آتش سوزی شدید شد و بسیاری از بیماران در محل بستری خود محبوس شدند. دوستان، غزه در محاصره است. اطراف غزه 22 کشور اسلامی وجود داره. بگید کدوم کشور اسلامی از اینها حمایت کرده؟ هیچ کسی. خود نفس اسرائیل وسط کشورهای اسلامی قرار گرفته و 8 میلیون جمعیت دارد و 22 کشور اسلامی دارن نظاره‌گر هستن، کاری نمیتونن بکنن. نتونستن سفیر اسرائیل رو بیرون بکنن، نتونستن کاری انجام بدن. فرزنده برای مدرسه رفته، برای بازی رفته، از بازی برگشته میگه در خانه من پدرم کو، مادرم کو، خانه‌ای وجود ندارد، پناهی ندارد، به کجا پناه ببرد؟ خانواده و قوم و فامیل همه رفتند و کسی باقی نمانده. کشورهای اسلامی کجایند؟ 22 کشور اسلامی کجایند؟ چه جوابی درباره الله عزوجل میدهند؟ کجایند حکام اسلامی؟ کجایند اسلحه هایی را که این حکام اسلامی در دست دارند؟ کجایند هواپیماهای اسلامی؟ کشورهای مسلمان کجایند؟ متفکرین اسلام کجایند؟ قلم به دستان و کجایند کسانی که حکام خودشان را نامیدن روز قیامت به دربار خدا چه جوابی میدهند؟ جوابی ندارند. اونها خواهر دارند، خواهر شما، اونها مادر دارند، مادر شما، اونها فرزند دارن، فرزندان شما، اونها پدر دارن، پدران شمایند. کجایید حافظ قرآن های ارتش های اسلامی که قرآن را به رخ دنیا می کشیدید؟ کجایید شما؟ کجایید حاکم اسلامی که می گفت من ناراحت میشم از اینکه پای مسلمانی خاری برود؟ کجا هست صلاح الدین؟ صلاح الدین از خواب بیدار شو که دیگه مسلمانی وجود ندارد. عمر از خواب بیدار شو که دیگه عمری وجود ندارد. و رسول الله تو به داد ما برس که دیگه کسی وجود ندارد که به داد امت تو برسد. دعا بکنید این روزها و این شبها، دعا کنید. بار اله از تو میخواهیم که بر مردم مستضعف غزه رحم بفرما. دعا را بکنید و آمین بکنید. بار اله بر مردم غزه رحم بفرما. خدایا، خدایا، ربا پرچم اسرائیل بر غزه برافراشته نشود انشاءالله العزیز. خدایا روی سیاه و روز سیاه را بر اسرائیل ببینیم و بیاور الله عزوجل. خداوند از تو نصرت میخواهیم، ما را در مقابل قدرت های منطقه خدایا نصرت بده. خداوندا از تو عزت میخواهیم و عزت تو خدای عزوجل این هست که مردم غزه را دریاب و خدایا خودت به میدان بیا. والله عزوجل این مستضعفان، این غریب، این کسانی که بی در و بی کس هستند، اینها را خدایا خودت همراهی کن و خدای عزوجل از تو میخواهیم که اینها را پیروز بکن. از اینکه صحبت شد، این وظیفه‌ای بود که بنده خدمت شما و احساساتی بود که